پیش از برگزاری دعوت 24 آزمون جهانی پول زبان چینی میان دانشجویان جمهوری تاجیکستان در سال 2025، هیئت مهمانان از آثارخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بازدید به عمل آورده با دستاوردهای جامعه مهنتی و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی مملکت شناس شدند. سپس قسمت تنتنوی چهاربینی با شرکت نمایندگان وزارت معارف و علم، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و سفارت جمهوری مردمی چین در تاجیکستان صورت گرفت. ضمن سخنرانی ناطقان ذکر نمودند که آزمون پول زبان چینی زیر عنوان زبان چینی پول دوستی یک جهان یک عائله همچون یک پلتفرم مهم تبادل علمی میان چین و تاجیکستان شناخته شده در تحکیم و غنیگردانی روابط فرهنگی میان مردمان تاجیکستان و چین نقش نظر دارد. تذکر داده شد که چین و تاجیکستان هر دو کشورهای دارای تمدن کهن و درخشان میباشند که روای مردمان آنها تاریخ طولانی دارد. امروز مردمان دو کشور در چارچوب تشبث یک کمربند، یک راه و راه ابریشم اقتصادی داستان دوستی را در مرحله نو ادامه میدهند. ابراز گردید که دوستی ابدی تاجیکستان و چین نیاز به جوانان صاحب استعداد دو کشور دارد که نه تنها زبان چینی را میدانند بلکه از فرهنگ و تاریخ دو کشور نیز آگاه هستند. از بیشتر گردیدن شوق آموزش زبان چینی در بین جوانان تاجیکستان نیز اظهار خوشنودی کرده شده. در این سمت سهم دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان مخصوص تاکید شد. همین طریق در آزمون امروزه 8 داوطلب از مؤسسه‌های عالی تعلیمی مملکت در 4 دور با هم رقابت کرده با زبان چینی معروضه نمودند و استعداد خود را در حضور هیئت حکمان نمایش دادند.